سلام، خوش آمدین. چی یک اپدیتی سعی کنید در روی دیوال را میره. در این ویدیو میریم کلا اپدیت اسپایدرمن چک میکنیم. در اینجا بعضی ویدیوهای کوتاهش هم براتون نشان میدم. میریم با هم چکش میکنیم. در قسمت میدان ها در اینجا یک میدان اضافه شده به نام اسپایدرمن برند نیو دی. سر از کلیک میکنیم، میریم داخل میدان ببینیم که در کجا ایونت اضافه شده و چند تا پارک اضافه شده. اگر از ویدیو خوشتان آمد کافی است ویدیو را لایک کنین. اگر از یوتیوب سعی میکنین سابسکرایب کنین. بدون سابسکرایب ویدیو مرا سعی نکنین. اگر نه دلداد خواست شدین. کاملا از الف تا یا چکش میکنیم. بسیار یک اپدیت خوب است. من تقریبا 3-4 ساعت بازی کردم، یعنی بسیار کیف کردم. در اپدیت بعدی دو دانه اپدیت می. البته اون مود اسپایدرمن سابقه نیست. در اینجا میبینید که در این نقشه چیزی دیده نمیشه و در داخل اسپان آیلند هم کدام چیزی دیدن نمیشه. او قبلا که اسپایدرمن هم مودش آمده بود یا تیم مودش آمده بود، او نیسته. این یک چیز جدید برای ما دیزاین کرده و ویژگی های خاص بسیار قشنگ داره. فعلا روز اولش است، حالا ایره تغییر هم میده. ما آمدیم در قسمت پوچینکی، حالا میریم یک کم لوت میکنیم. سعی میکنیم که ویژگی خاص ما از کجا میتونیم پیدا کنیم. اول همین خانه را انتخاب میکنیم. در اینجا اول یک سلاح بگیریم که ایگان تا برای ما بولانی نته. الا ای چی است؟ ای پیتر پارکر گلاوز. پیتر پارکر را دسکش پیدا کردیم. ببینید که یک گزینه جدید هم برای ما اضافه شد داخل اینونتوری. در اینجا دیده میشه. این گزینه جدید یا یک آیکن برای ما دیده میشه. الا توسط از این ما میتونیم در این ترتیب تار بندازیم. اصلا نیاز نیست که در دیوار ما ایم کنیم. فقط کافی است یک دفعه کلیک کنین و اگر دبل کلیک کنین در اینجا میبینین که بسیار قشنگ در این ترتیب تار میندازه یا تاربازی میکنه و این خیلی لوکس است. بسیار نرم است دوستا. یک رقم احساسی بسیار خوب داره. وقتی من را بازی کردم بسیار کیفناک بود برای من. واه واه واه، پیشه که تست میگم پابجی چی آورده، از مود ناراتو کرده. این اسپایدرمن خیلی قشنگ است. سعی کنیم که دیگه چی کار میکنه. در اینجا بریم یک کم لوت کنیم. دیگه چیز هست، یک تا لباس پیتر پارکر لباسش پیدا کنیم یا سوتش پیدا کنیم. در اینجا میبینید که یک گزینه آیکن اضافه شد. سر از کلیک کنیم لباس میپوشه. سلاح ما غیب شد. ما نمیتونیم فعلا از سلاح از هیچ چیز استفاده کنیم. چند دقیقه تو استارت شین. در این ترتیب یک پوست داره. چی پوستی؟ قسمی که خبر دارین اگر اسپایدرمن شما دیده باشین از این پوست های عجیب و غریب داره. حالا ببینیم او دبل کلیک کنین در این ترتیب خیز میکنه و صورتش هم خیلی تیز شده. لباس ما پوشیدیم و این لباس که شما بپوشین نمیتونین از سلاح استفاده کنین. فراموشتان نشه که این فعلا جدید است. حالا تغییرات زیادی میاره. فعلا تست کرده رئیس پابجی. دیگه کدام چیز اضافه در اینجا نیست. و یک چیز دیگه هم هست که در اینجا این لباسی که بپوشین دشمن نشان میده که از کجا رفت، در کجا هست دشمن کاملا شما میتونین پیدا کنین. چاپ پایش در روی نقشه دیده میشه که این خیلی خوب است و توسط از این دسکش شما میتونین در روی دیوال را برین. الا این چه رشخندی است؟ چپ راست هر رقم میتونین روی دیوال را برین و این چه یک رشخندی. باور کنید اپدیت بعدی بیخی مسخره بازی است. اگه تا خوشش نخواد به. و در اینجا که شما چند لحظه تو استاپ باشین، هیچ دیست نزنین در روی صفحه. بعد از چند ثانیه خودش در این ترتیب پوست میکنه که خیلی پوست زیبا هست و این پوست بسیار مشهور اسپایدرمن میباشه. در قسمت کامنت نوشته کنین شما طرفدار اسپایدرمن هستین. من خودم شخصا خیلی دوست دارم. همه فیلماش دیدیم. کسایی که اسپایدرمن نمیشناسن یک دفعه برین در یوتیوب سرچ کنین اسپایدرمن، کل فیلماش و همه چیزش میه. وقتی سلاح را که شما در دستان بگیرین این لباس کاملا غیب میشه. از لباس شما نمیتونید استفاده کنین. فعلا از لباس تنها چیزی که هسته فقط اینمی دویش هست، خیز هسته. عمله و اتک و این چیزایش برای ما نشان نمیده. میبینین که دشمن برای ما نشان میده اگه لباس بپوشیم در کجا رفت و چه رقم رفت. در این قسمت هرچی من کوشش کردم کدام عمله خاصی نمیکنه که مشت میزنه و بعدا شاید را فیکس کنه. فعلا چند ساعتی میشه که ایره برای ما اضافه کرده پابجی. البته من این ویدیو را دیروز ساخته بودم، امروز براتون فیکس کردم که سعی دارین شما. حالا اگر کدام تغییر دیگه آمده من دفعتاً براتون میسازم ویدیو. در اینجا میبینید که امی در روی دیوال که راه میره بسیار لذت بخش است. من که خودم هم استفاده کردم. یعنی احساس میده براتون. و یک خونم داره در اینجا که وقتی روی دیوال
یک دفعه پریش کلیک کنین، در اینجا ما نقطه میکنیم، این خونش هست دوستا. این خونش که خلاص شد اتومات این پایین میفته و هر طرف شما میتونین که از در این ترتیب روی دیوال در روی درخت هم شما میتونین، در روی درخت هم شما میتونین توسط ازی براین و در چت خانه هم در اینجا سعی کنید، در چت خانه این خیلی رشخنده شد، در چت خانه هم ما میتونید توسط ازی بالاش میبینین، در هر جایی که خواسته باشیم. این دستکشش خیلی جالب است و دستکشش فعلا فقط چندین ویژگی خاص داره. در این ترتیب روی دیوال راه میره و از خانه خود آویزان میکنه و دیگه کار انجام نمیده، ولی لباسش شاید بعدا یک ویب شوتر یا کدام سلاح چیزی رو برای ما اضافه کنه. اگر در چت خانه خود ایتو آویزان بانین چند لحظه بعد بسیار یک اکشن خوبش میکنه. اسپایدرمن در این ترتیب دیده بشه. او چقدر قشنگ هستی ویشه که تست میگم پابجی بیخی من کیف کردم. هر چی که بازی میکردم داخل از این مود اسپایدرمن هیچ دل من نمیزد. در اینجا دوستا شما میتونین در روی درخت هم بالا شدین. در این قسمت میبینین ما در روی درخت میتونم بالا شدم توسط ازی. البته وقتی شما در روی درخت بالا میشین یا در روی دیوار یا در چت خانه شما هیچ کاری کردن نمیتونین، هیچ عمله کردن نمیتونین تا زمانی که شما در روی چت هستین یا در روی درخت هستین، هر جایی که هستین. وقتی شما سر سلاب کلیک کنین مستقیمی غیر فعال میشه و خونش هم بسیار کم می باشه و قسمتی که تار میندازه دوستا بسیار زیبا هسته. در اینجا میبینید که بسته میدان پوچینکی را من کاملا تاربازی کردم و این بسیار مزه‌دار است، برای خیلی خوشم آمده. در قسمت کامنت نوشته کنین از این خوشتان آمدیانه و اگر در بغل دیوار ایتر استاد شین چند لحظه باز یک اکشن هم برای شما میکنه. در این قسمت سعی کنید چی یک اکشن زیبا در این ترتیب یک اکشن بسیار قشنگ میکنه که مرا خیلی خوشم آمد. از این ویدیو خوشتان آمد یا نه، از مود اسپایدرمن خوشتان آمد یا نه، همه را در قسمت کامنت نوشته کنین. مرا واقعیت خوشم آمد. اپدیت بعدی واقعیت بسیار یک اپدیت بزرگ است. پابجی همه را غافلگیر میکنه. تشکر که تا این دم ویدیو رو تماشا کردین. جهان سپاس از تک تک شما. اگر از این ویدیو خوشتان آمده کافی از ویدیو را لایک کنین. اگر از یوتیوب سعی میکنین سابسکرایب کنین. بدون سابسکرایب ویدیو ما را سال نکنین. اگه نه دل درد خواهد شدین. تا ویدیو بعد خداحافظ.